یه بار یه محافظ امنیتی با شوت رونالدو ضربه خورد و از رونالدو یه درخواست باور نکردنی کرد تا در عوض آسیبی که دیده بود اون رو جبران کنه. همتون میدونید که رونالدو چقدر محکم شوت میزنه، شوت‌هاش خیلی‌ها رو دور دروازه مصدوم کرده، ولی بیشتر مواقع این مصدومیت‌ها جزئی بودن و آدم‌ها میتونستن راه برن. اما یه روز وقتی رونالدو داشت قبل از بازی تمرین میکرد، شوتش به سر یه خانم محافظ برخورد کرد، اون افتاد زمین و تیم پزشکی دورش جمع شدن. رونالدو بلافاصله تمرین رو متوقف کرد تا حال اون خانم رو چک کنه. اون برای چند دقیقه بیهوش بود و رونالدو خیلی نگران شد. بالاخره تیم پزشکی اعلام کرد که حالش خوبه. رونالدو خیالش راحت شد و ازش پرسید که آیا چیزی هست که بتونه براش انجام بده. اون خانم همه رو شگفت زده کرد چون از رونالدو پیراهنش رو خواست. رونالدو با خوشحالی پیراهنش رو بهش داد و اون خانم پیراهن رو توی هوا تکون داد و جمعیت هم کلی تشویق کردن. آیا به کارش حق میدی؟